سلام دوستان عزیز، اگر شما هم از این تایتل های خوشگل میخواین بریم با هم ببینیم چجوری بگیریمش. Let's go. خب اول از همه اینجا رنگ رو نشون میده، میزنی رو رنگ، میری بخش فارم کمبات پاور، بعد اینجا رنگ تو نشون میده. از اینجا میتونی رنگ تو ببینی. بعد برای گرفتن تایتل ها باید تاپ 100 باشی. بعد تاپ 100 دیگه با هر گانی میخوای تاپشو بگیری، فقط با همون گان دمیج بده، تمام. فقط با همون گان تیر بزن، به نیمیا دمیجش حساب میشه. تاپ 100 اومدی تایتلشو میده، خیلی راحت، کاری هم نداره. فقط مثلا میخوای با دی پی رنکشو بگیری، با یو ام پی، با پی 90، ای که ام 4، با هر کنون میخوای، فقط با از همون گان استفاده کن، تموم.